مطلقاً به تنبیه، به ترس، به کنترل و مالکیت و قدرت احتیاج نداره. این فریب بزرگ تاریخ است. انسان موجودی است که فقط با عشق و محبت و آگاهی حرکت میکنه. بنده باورم این هست که به جای همه این گرفتاری ها خانه پرورش و تعلیم و تربیت نشسته. یعنی به جای ترس، تنبیه و کنترل، من و شما تعلیم، تربیت و پرورش رو داریم. پرورش از نظر من مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، کاری که یک باغبان با گل میکنه، نه دخالت و گرفتاری. تربیت انتقال اصول اخلاقی و آزاد کردن انسان از قید و بندهایی است که به دلیل رشد پیدا میکنه و میل او به کمال، strive for excellence. و تعلیم عبارت از انتقال دانش، علم و هنر و فلسفه و فن و مهارت به فرد. در طول تاریخ برای رشد فرزندان اون از 3 چیز استفاده کردیم: ترس، تنبیه و کنترل. و از اونها قبول ضعف و قدرت خودمون و احترام و اطاعت رو خواستیم. معنای این زندگی است مبتنی بر fear based life، زندگی مبتنی بر وحشت. هنوز هم میدونیم چگونه کار میکنه. باور مردم در طول تاریخ این بوده که رشد بدون ترس و تنبیه و کنترل و بدون قدرت و احترام و اطاعت ممکن نیست. و حالا اینکه امروز میدونیم رشد میتونه growth با لذت و شادی و رضایت و آزادی همراه باشه. هیچ انسانی برای اینکه عالم بشه، هیچ انسانی که برای اینکه کار بکنه، هیچ انسانی برای اینکه هنرمند بشه، هیچ انسانی برای اینکه خدمت و محبت به انسان‌های دیگه بکنه